سلام، به یه تمرین دیگه خوش اومدید با من. امیدوارم که از تمرین امروز لذت ببرید. بچه تمرین امروز حدود نیم ساعت، حالا یا یکم کمتر یا یکم بیشتر، میخوایم روی عضلات شکم کار کنیم و عضلات بالاتنه. از وزنم میخوایم استفاده کنیم. وزنم که بین 1 تا 2 کیلوگرمه. گفتم کسایی هم که گردن درد دارن میتونن از وزن استفاده نکنن. حالا باز من تو تمرین براتون توضیح میدم. توی حالت دو زانو بشینید، پشت کمرتون رو صاف کنید، شکم رو قبض کنید، دستا رو کشیده نگه دارید، سرتون گردنتون در راستای ستون فقرات، دم بگیر، دست راست رو بکش با بازدم وسط، ستون فقرات رو بلند کن. ببین دست میاد بالا، ستون فقرات رو بلند میکنم، این دست رو دور میکنم، میکشم با بازدم برمیگردم. 4 تا دیگه تکرار. دم، بازدم، دم، بازدم. انقدر دستو نباید بکشی که لگنت بلند شه بره ها. آخری دم و بازدم. حالا خم به جلو، بیا جلو، باسنتو رو پاشنه پات نگه دار، دستاتو کاپ کن، بکش جلو، دم و بازدم. یه بار دیگه و آروم برمیگردیم. بریم روی سگ سر پایین. زانو رو خم کن، باسن رو بکش عقب، کشش عضلات بالا تنه، آروم آروم زانو رو هل بده عقب، صاف کن، با دست بیا عقب، زانو خم و رول، دست رو بکش بالا، دم، بازدم، رول دام، مهره به مهره میری پایین، با دستت میای جلو، روی سگ سر پایین، یک کشش، پای راستتو بلند میکنی، دست میذاری بین دوتا پا، پاشی رو بذار روی زمین، دست رو بذار پشت سرت و آروم بکش، قفسه سینه رو باز کندم، بازدم، دست رو میذاری کنار پا، برمیگردی روی سگ سر پایین، پای چپ رو میبری بالا، زانو خم و میکشی بین دوتا دست، پای پشت رو بذار زمین، دست همینجا میمونه، دست چپ رو میذاری پشت گوش و قفسه سینه رو باز میکنی، بازدم، برمیگردی پا سر جاش. دوباره دیگه تکرار. دم، بازدم، بدون عجله، دم و بازدم، دم میگیری، بازدم، پای چپ میکشی وسط، پای پشت رو زمین، دم، بازدم، دم میگیری و بازدم. اینجا یک کشش، پای راست رو دوباره میدی بالا، میاری جلو، میذاری بین دو تا دسته، دستا رو کاپ کن. ببین آروم پاشنه پای پشتی تو بکش بالا و خودتو بکش جلو، نه اینقدر که زانو از پنجه پات بزنی، بکشش پشت پا و آروم پاشنه پا تو هل بده به سمت زمین، دم و بازدم. 4 تا دیگه. دم، بازدم، دم، بازدم. 2 تا دیگه. آخری کف دست روی زمین، پا میره سر جاش، پای چپ بین 2 تا دست، آروم پاشنه پا رو بیار بالا، بدن میره جلو، پاشنه پا رو بکش به سمت زمین، دم، بازدم. 3 تا دیگه. 2 تا، بکش قشنگ و 1. خب وسط نگه دار، سگ سر پایین و کشش. 2 تا نفس عمیق بالا تنه، دستا رو فشار بده به زمین، بالا تنه رو خوب بکش، باسن رو بده به سمت عقب، دم و بازدم. پای راستتو بیار بالا، دوباره بیار بین 2 تا دسته، پای پشت رو بذار روی زمین. ببین حالا دستتو، دست راست میخوام بیاری بالا، نگه داری با دست پایین روی یخت، دم و بازدم. یکی دیگه، دم و بازدم، برمیگردی سر جا، میای بالا، دست بذار پشت سرت و بچرخ سمت راست، سمت پایی که جلوه، دم، دم، بازدم. 6 تا دیگه تکرار. 5 تا، شکمش صاف. 4، 3، 2 و 1.
روی زمین. سگ سر پایین، پای چپ بالا. بذار بین دو تا دست. پای پشتی روی زمین. دستو بکش بالا. دو تا دمو بازدم. برمیگردی وسط. از بالا تنه میای بالا. دست پشت سر و بپیچ به سمت پای جلویی. 8 تکرار. دم و بازدم. قرار شد از ناف بپیچی. شروع پیچش از ناف. 3 تا، 2 تا و 1. وسط. دست پایین. سگ سر پایین. با دست بیا عقب عقب عقب. زانو هم و رول اپ. بشین وسط مت. وزن ما رو بردار. از این من بشینم. از حالت نشسته شروع میکنیم یا همون بیسیتر. دمبلا رو بردار. پاشنه پا رو بذار روی زمین. پا رو بیار بالا. نمیخوام فلکس بکنی ولی حالت فلکس داشته باشه. ولش نکن پا رو. دستا رو کشیده جلو نگه دار. از بالا تنه بیا به سمت عقب. پشت کمرتو حتما گرد کن. حالا بیا جلو پشتتو صاف کن. صاف دوباره گرد. انقدر برو عقب که وزنتو با خودت نکشی. خب بره پشتتو کمرتو خوب گرم میکنی. صاف. دم بازدم. دم و بازدم. بره همینجا دست راستتو میکشی بالا. رو خط سرشونه نبالاتر. بذاری سر. دست چپ رو بکش. بذاری سر. دست راست زمین. دست چپ. 8 تا دیگه از الان. 7 6 4 و 1. هر دو تا دستتو بیار بالا. اگر اذیت شدی وزنتو بذار زمین. اینجا نگه دار. حالا از اینجا یه ذره عقب‌تر. نمیرسه کمر به زمین ها. دوباره تا همینجا. یه ذره عقب‌تر از همون استارت پوزیشنت. 6 تا دیگه. 5 تا. 4 تا. 3 2 پاشنه پا جابجا نشه. 1. حالا داری بیا قشنگ صاف عمود به زمین. میای عقب. دست راستتو میکشی کنار بدن. دوباره صاف جلو. ببین میام عقب. چرخش ندارم. دست میاد کنار سینه تو پهلو. میرم جلو. 8 تکرار. خیلی آروم. 7 تا. 6 5 تا. 4 تا. 3 2 1. حالا پیچش بالا تنه رو بهش اضافه میکنم. ببین میچرخم سمت راستم. دیوار رو نگاه میکنم. میام وسط. عمود به زمین. دستو میکشم. میچرخم قشنگ دیوار رو به رو سمت چپ. 8 تا از الان. 7 تا. 5 تا. 3 2 و 1. نگه میدارم. 2 تا دست میاد پایین. پشت کمرم هم صافه. دوباره میکشم بالا. 8 تا تکرار. 7 تا. 6 تا. 5 4 3 2 1. دستا رو دوباره جفت میارم بالا. میرم عقب تا جایی که به کمرم فشار نیاد. کف دست به سمت سقف. حالا دوباره دست راست کنار بدن. دست چپ. 8 تا تکرار. 8 تا. 7 تا. 6. شکم خوب گرفتم. گودی کمرم هم پر کردم. 4 تا. 3 تا. 2 تا. 1. کف دست رو روی هم دیگه جفت میکشم. میام جلو. پشت کمرم صاف میشه. دستام صاف میشه. میره بالای سر. میاد جلو. دست خم میشه.
میاد کنار بدن، میرم عقب تا جایی که میتونم، میام دستم صاف میشه میره بالای سر. از الان 8 تا 8 تا، بازدم 7 تا، بازدم. سعی کنیم پا رو، پاشنه پا رو صفر بچسبونی به زمین. 4 تا دیگه، آروم. 3 تا، 2 و 1. عقب میمونم، دستا رو میارم جلو، دمبلا رو میچسبونم به هم، پای راستم میارم بالا، پای چپم میارم بالا. انگار زانو رو میخوام بیارم برسونم به سرشونه تو اون جهت. 8 تا از الان، 7 تا، 6 تا، 5 جفت آخر. خب حالا پای راست تو بالا نگه دار، بچرخ سمت پای راست، وسط. 2 تا، 3 4 5 6 7 8. پای راست میذارم زمین، پای چپ میاد بالا. 8 تا، 7 تا، 6 5 4 3 2 1. یه بار راست، یه بار چپ. 1 2 دم، بازدم، دم، بازدم. خب 8 تا دیگه میخوایم بریم. میتونی برای چالش بیشتر 2 تا پا رو بیاری بالا بچسبونی به هم. سختت بود همونجا رو زمین. 8 تا، 7 تا، 6 تا، 4 3 2 1. پا رو میذاری روی زمین و میخوابی. به پشت بخواب، کف پات روی زمین، گودی کمرتو پر کن، کف پا روی زمین، وسطتو برمیداری، به سمت سقف نگه میداری، پای راستتو میاری بالا، پنجه پا پایین، دستا رو میکشی بالا، پا رو میذاری زمین، شست پا رو، کف پا نمیاد، حالا پای چپ میکشی بالا، دستا بالا. خب با هم میاد بالا، با هم میره پایین. یه بار پای راست، یه بار پای چپ. 8 تا تکرار. 8 تا، 7 تا، 6 تا، 12 همین. 2 تای آخر، آخری. دستا رو با هم دیگه بالا نگه میداری، پاها به اندازه عرض لگنت بازه، پا رو میکشی بالا، شست پا رو زمین. 8 تا تکرار. 1 2 تا، 3 4 6 7 8. بالا نگه دار. یه ذره آرنج تو خم کن. دستا رو میخوایم ببینیم به طرفین باز کنیم. ولی بچه آرنج صاف نیست. زاویه آرنج 120 درجه است. نه ولی باز باشه، خم هم نیست. خب دست بالا بود. دستم رو که باز میکنم با زاویه آرنج یه ذره خمه، همزمان پا رو میارم پایین، به همه میچسبونم پا رو. فکر کن یه وزنه رو با پاهات نگه داشتی. پس دست رو میکشم جلوی سینه، پا میاد بالا. بازدم، دم، بازدم. 8. وقتی دست میاد بالا انگار یه توپ بزرگ رو با دستات بغل کردی. 5 تا، 4 تا، 3 2 1. همین شکلی که انگار توپ رو بغل کردی. چونه رو میدی تو گوده گردنت، میای بالا، گردن در وزنشو بذاره کنار، میای بالا، وزنت میشه، دستت میشه موازی زمین، میری پایین، دوباره وزنها میشه از به هم، باز میشه، پا میاد پایین، دست به طرفه، میکشم بالا. ببین اینجا پام بالاست دیگه، میام بالا،
بالای شکم. اینجا نگه میدارم، پام ثابته. دم، بازدم، دم، بازدم، دم، بازدم، میام بالا، دم، بازدم، 8، میام بالا، 7، میام بالا، بکش با عضلات بالای شکم. اصلا گردنت توی حرکت دخالت نداره ها. اگر گردن فشار میاد وزنه ها رو بذار کنار، باز هم فشار اومد دستتو بذار زیر سرت، بیا بالا بدون ساپورت گرد سر و گردن نیا بالا. هم 4 تا دیگه موند. 3 2 1. حالا 8 بار میری رو سر شکم. 8 تا. ببین سرشونم رو دارم میکشم بالا. 6 تا دیگه. 5 گوده کمر رو میچسبونم به زمین. 4 جفت آخری. دستا رو بالا نگه میداری، کف پا رو میذاری رو زمین. آره اینجا صاف. دستم یکی یکی میاد کنار لگن. دم باز. 8 تا تکرار. 2 3 4 تا 5 6 7 8. خب پاتو میبری جلو تا جایی که پاشنه پات بیاد روی زمین. زاویه زانو 120 درجه. هر دو تا پا. پاهات هم چسبیده به هم. خب حالا دست راستم میبرم کنار لگنم، پامم پایین، پا رو پایین نگه دارم. پای چپم میارم بالا، پا میره پایین، دست میاد بالا. همزمان دست چپ و پای راست. بازدم. بریم 8 تا تکرار. 8 تا 7 تا 6 5 4. زاویه زانو رو نباید تغییر بدم. 3 2 و 1. خب حالا از بالا تنه میام بالا. ببین از سرشونه اومدم بالا. تکرار میکنم حرکتو. دم باز دستم ببین رو خط سرشونه است. دم 8 تا تکرار. 7 6 گردنم ول نکردم. 4 3 2 1. حالا نگهش دار، جا به جا کن. 1 از کنار هم رد شد. 2 3 4 5 6 7 8. هر دو تا پا رو بیار بالا، وزن رو بذار پایین، دست رو بذار زیر سر. میخوام هر دو تا پا رو با هم حرکت بدی. فلکسش کن، بکش بکش بکش. اگه کمرت درد گرفت یه راست یه چپ. در غیر این صورت تازه میتونی یه وزن هم برداری بذاری اینجا برای چالش بیشتر. پا رو فلکس کرد. سرشونه حرکت میکنه میاد بالا. بریم 8 تا 7. کمرت درد میگیره، یه راست یه چپ. 2 3 4 5 6 7 8. اگه میتونی یه ذره دیگه زاویه زانو رو باز کن و 8 تا دیگه. 7 تا. نمیخوام صاف باشه ها. از بالا تنه بیا بالا. 5 تا دیگه. 4 بازدم. 3 بازدم. و آخر یه ذره فشار. پا یه ذره ببند. وزنه باشه، پا بالا باشه، سر بذار زمین. یه دم بازدم عمیق، پا پایین. دوباره دست زیر سر و شروع می‌کنی سرشکم ساده.
با این دوتا عضلات بالایی شکم. دم بازدم. 8 7 6 5 4 3 4 3 2 1. زاویه زانو رو بیار 90 درجهش کن. سر بذار زمین. وزن رو بردار توی دست راسته. دست چپ زیر سر. دست رو صاف کن. ببین میای بالا. اگرم اذیت بشی کوچولو آرنج میتونه هم باشه. میای بالا، دستت میاد بیرون پای دست راست، بیرون پای چپ، یعنی از بالا تنه میچرخی. دوباره وسط سر زمین. دم. انگار که میخوای بیای وزنت کنار لگنت فرو کنی توی زمین. از الان 8. دم بازدم. دم بازدم. 4 تا دیگه. وزنم فشار بده نیفته. 3 2 1. عوض میکنی. میای بالا و پایین. البته بچه بهتر اینه که دم پایین بگیری، بازدم میای بالا، وزنه که انگار میخواد بره تو زمین فرو، بازدم داشته باشی. منم یه موقعی که اشتباه کردم، حواستون باشه موقعی که دارید میایید بالا، مخصوصا وقتی میخوایم بچرخیم، خیلی بهتره که بازدم رو تو این حالت داشته باشیم. و آخری من اینو توضیح بدم. عادتم به اینه که بیام بالا دم. این چیزی بود که یاد گرفتم. ولی باید فهمیدم موقعی که شکم جمع میشه، مخصوصا تو پیچش، بهتره که بازدم داشته باشیم. گاهی ممکنه بر اساس چیزی که یاد گرفتم، ملکه ذهنم شده، اشتباه بگم. شما اینجور یاد بگیرید. موقعی که شکم سکویز میشه، میپیچه، جمعه، بازدم خیلی بهتره. برگردیم به حرکت. من دیگه تو استراحت میدم. خب خب حالا میخوایم رول آپ کنیم با وزنه. اگر سختته ببین، یعنی میتونی دوتا، یکی و هیچی. من دوتا رو برمیدارم، میارم بالا، پاهم صاف و کشیده میذارم جلو و فلکسش میکنم. پاشنه‌های پاهم انگار فرو میکنم توی زمین. دستا رو میبرم بالای سرم. ببین وقتی دست اومد جلو، من دیدمش، چونه رو میدم تو گودی گردنم، پشت کمرم رو گرد میکنم، بلند میشم، دستو میکشم جلو، همین میارم عقب عقب عقب، آروم دستو میبرم بالای سر، میارم جلو، چونه تو گودی گردن، گرد میام جلو، موازی پا میکشم. دوتایی دیگه. دم، بازدم، دم و بازدم. دم، چونه تو گودی گردن، بازدم، دم و بازدم. خب حالا آخری دیگه میشینم، میارم جلو، دنبل کنار پا، یه کشش، میام روی 4 دست و پا، پس اگه سر پایین بریم چند تا پلنک با هم بریم. روی پلنک میریم، خب هم دستگان میکنیم، هم شکم و هم پا. هم میخوایم روی پلنک حرکتهای شکم انجام بدیم. میریم روی سگ سر پایین، سگ سر پایین باز و روی پلنک همینجا بمون. چشمی آرنجتو بکش به سمت همدیگه، نگاهت به سر رو باشه، پای راستتو بکش توی مکس، باز دم، مکس، باز. 8 دیگه. حتما جلو مکس داشته باشی.
6 5 4 3 2 هشته دوم میخوام وقتی پا رو میاری بالا گرد کنی بالا تنت، میبینی؟ بازم وقتی پا رو میکشی تو گرد کن، سرشون تو بکش بالا. 8 7 6 میتونی سرم بدی تو عقب. 4 3 2 1 میری سگ سر پایین. استراحتت اینجاست. حالا ببین من با پای چپ شروع میکنم که دیدش هم راحت تره. پای چپم رو میارم تو، میچرخم کامل، ببین پام چرخید به سمت راست، برمیگردم میرم روی سگ سر، پای راست رو میکشم تو، میچرخم باشه این پام میچرخه، برمیگردم سگ سر پایین. 4 تا بریم، 3 تا، فقط لگنتو ول نکنی ها. 2 1 میخوام چی کار کنم؟ میاد جلو، میچرخم، دستای منم بالا. 8 تا تکرار. میکشم جلو، میچرخم، دست بالا. سخته؟ همون قبلی. ببین پا چرخید، زانو تو شکم، دست بالا. سگ سر پایین. 4می آروم. 3می. یه جفت دیگه مونده. بلم نشم از پشت. آخری. سگ سر پایین. چایلد پوز. دوره برمیگردی روی سگ سر پایین. 8 تا دیگه میریم. 4 تا پای راست، 4 تا پای چپ. پای راست رو میارم بالا، میکشم تو شکم، میچرخم، دم و بازدم. 4 تا پای راست، 4 تا پای چپ. 3می دم، 2 دم، آخری. بالا میاد کنار پای چپ، پای چپ میاد بالا تو شکم، میچرخم. 1 و آخری. سگ سر پایین و چایلد پوز. میای روی دو زانو میشین. من یکم زاویه دار میشینم که برای شما راحت تر باشه. ببین راحت تر ببین. اصلا برداریم میخوایم یه چند تا ست پشت بازو بریم. میای روی دو زانو، پارم فلکس کن، صاف انگار ایستادی روی زانوات. دستو میاری کنار بدن دیگه، پشت بازو رفتن بلدی، من توضیحش نمیدم. میخوام بازنم بدم عقب، پشت کمرم هم صافه، همون کاری که ایستاده میکنم. بازن میره عقب به سمت پاشنه، سرشونه میاد به سمت جلو، سرم نمیافته، میرم پشت بازو. پس دم میگیرم به بازدم، دم، بازدم، دم. اگر بچه ها کف پاتون ممکنه بعضی هم کف پاشون بریم، اینو زیاد باید بریم درد بگیره، اشکالی نداره، بذاریم یکم کف پاتون کشش داشته باشه، برای کف پا خوبه. 8 تا از الان، 7 تا، 6 تا، 5 تا، 4 3 2 1 نگه دار، ضربه بزن. 1 2 3 و 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3. ببین باسنم نذاشتم روی پاما. 1 میام بالا، کف دست رو به سقف،
میکشم جلو، جمع میکنم، کف دست رو به هم، پشت بازو. باسنمو ول نمی کنم بره بشینه رو پام، نگهش داشتم. 8 تا از الان. 5 تا، 4 تا، 3 2 1. پایین دوباره ضربه پشت بازو. باسن رو صفر نگه داشتم. 8 7 6 5 4 3 2 1. میام بالا، کف دست رو به بدنم. یه بار دست راست میره بالا، یه بار دست چپ میره بالا. 8 تا 7 6 یه بار دیگه با پشت بازو ترکیبش میکنم. جفت میره بالا، کنار بدن، اندفعه. وقتی باسنم فقط خواستم پشت بازو برم، دست میچرخه میره به سمت سقف. 1. کف دست به سمت صورت، کف دست به سمت سقف. 2 3 و آخری نگهدار. ضربه. 2 3 4 5 8 7 5 3 1. دمبلا رو میذاری کنار، بشین روی پاد، دم باز، یکی دیگه و باز. آخرین حرکت اینا نریم. دستا رو اول میکشی بالا، جفت. 8 7 6 بازدم. 2 و 1. میری عقب، میمونی. خیلی کم رفتی عقبا، میکشی میچرخی، چون اینا نشستش هم رفته بودی. 2 میری عقب میچرخی. 3 4 5 6 7 و 8. دست میاد پایین. وزنه ها رو بذار کنار، روی 4 دست و پا. زانوتو باز کن، باسنتو بذار رو پاشنه پا. آروم آروم دستو بکش جلو، مکس. پشت کمر صاف، ستون فقراتت کشیده، گودش نکنی یا صاف. دوباره یه مکس هم بازدم و آخرش آروم پیشونی رو بذار رو زمین، سر بالا. همین رو برو بدون اینکه جای دست و پا رو تکون بدی. دوست اگه سر پایین بکش، میتونی زانو رو یکم خم کنی. باسنتو بکشی عقب بالا، بدون اینکه بالا تنه تکون بخوره بره به سمت دیوار جلو. زانو تو هل بدی به سمت دیوار پشتی. خب حالا زانو رو خم کن، با دست بیا سمت پا، کف پا رو زمین و رولا. خب بچه واسه کشش های آخر کلاس میخوام از چند تا حرکت استفاده کنیم که با دیوار انجام میدیم. توی ذهنم این بودش که توی جلسات بعدی اصلا پیلاتس با دیوار هم قاطی حرکت هامون بیاریم. حالا امروز چند تا کشش میدیم. سکولدان. جایی که هیپت هست دستتو میذاری به دیوار، کف دستتو باز، انگشتا باز روی دیوار. میای عقب، پاهات باید به زمین عمود باشه، داخل یا خارج نباشه، شیب نداشته باشی. بالا تنه رو میکشی، پاهام من خودم احساس کردم پاهام داخله، میکشمش عقب، پا اندازه عرض لگن، دستم هم بالاست، با هیپم توی خط نیست. دیدی چجوری خودم رو اصلاح کردم؟ میکشم، نگاه هم به زمین، دستام بین سرم هم بین دو تا دستام، دم و بازدم، کشش پشت پا دارم، کشش ستون فقرات از ناف
به زیر سینه رو دارم میکشم، دست سرشونه، دم و بازدم، برمیگردم. دستامونو به اندازه یه قد دست از دیوار فاصله میگیرم. یعنی وقتی کف دستامو چسبونم به دیوار باید بالاترم به زمین عمود باشه. حالا دستامو میبرم بالا، سعی میکنم باسن سر جاش بمونه. دستو میبرم بالا، کاپ میکنم، سینه باسنمو سر جاش نگه میدارم، سینه رو نزدیک میکنم به دیوار. باشه کشش خوب برای قفسه سینه، سرشونه، دست. بکش، آروم آروم بمونه. قفسه سینه باز میشه، دم بازدم. کشش زیر بغل عالیه. خب حالا پشت کن به دیوار بچسب، پا رو میاری جلو به اندازه قد رونت. خب باسن چسبیده بدیم، دستا رو میزنم روی پم، باسن رو دیوار میچرخم سمت سقف، میام بالا. موازی زمین کافیه، نگه داری. کشش پشت پا. کشش نداشتی میری پایین تر، پشت کمر صاف باشه. دستا رو میتونی کاپ کنی بذاری زمین. از دیوار جدا میشی، دم بازدم. یه بار دیگه آخری. مرسی.